عالم میریم و طرف موترا کراون 2019 21 من خود باز یادم رفته. کراون 2021 با رنگ جگری و با پلیت قندار. بله. چه رنگ داره؟ رنگش هم مقبول است دیگه، داخل هم رنگش زعفرانی است مقبول آمده دیگه. فول آپشن موتر است. فول آپشن موتر است دیگه. موتر فول آپشن است، رادار 360 درجه کمره، لنکی پسید، سانسورا دیگه، وایرلس چارجر. موتر فول آپشن است دیگه، بدون تکر نوارد. فول آپشن. مدلش 2009 است، لکسس LX 570 است. تبدار دیگه، کمکدار CC دیگه، موتر بی تکر، رنگ صدفی. خیلی خوب است. 2009 شیب خورده؟ شیب خورده بله، شیب 21 شده. این کراون 2000 چند است؟ رنگ سیاه 2017 بله. دیگه ای در پلیت قندار، اتلیت، سیت گرم کن، نشترن گرم کن، فول آپشن موتر است. خیلی خوب است. ایره دیگه قیمت میکنیم $12,500. آخرش کت پلیت هر چیز 11. سلام وقت همه دوستا بخیر. امید که همیتون جور و صحت سلامت باشین. هر کجا از دنیا هستین لباس عافیت به تن داشته باشین، از گزند روزگار در امان باشین، زندگی هم با باین لذتتون بگذره. بازم سمیر پیکان و با یک برنامه دیگر از طریق چینل توب نوای افغانستان در خدمت قرار دارم. قسمی که از بک‌گراند معلوم دار است که به کجا آمدیم. امروز آمدیم به موتر فروشی جبارزای و درباره نرخ نوای موترهایی که تازه وارد نمایشگاه جبارزای شدن میخوایم برنامه داشته باشیم. و در این برنامه خاص موترهایی که مدل بالا دارن سرش صحبت میشه، مشخصاتش گفته میشه و ببینیم که قیمتاش چند به ما و شما میگن. تخفیف هم در این برنامه مد نظر گرفته شده، همون لیلام میگن به شکل لیلام گفته. و او برنامه قبل که ما آمده بودم یک چوچه اکسس بود و یک دونم کراون که چوچه اکسس فروخته شده، ولی او کراون فعلا مونده. هر کس رنگ خیلی عالی داره، هر کس توانایی داره می حتما میرم بخیر میخره. و ما که نو آمدم اینمی لکسس که تازه شما میبینین شیب خورده، شیب 2018 این تازه وارد نمایشگاه جبارزای شده. ما با مسئولش که همو عمران جان است صحبت های می داشته باشم. شما در احوال چند تصویر از موترهای زیبا فضای بارانی نمایشگاه جبارزای بینده باشید. بعد در ادامه ویدیو مرا همراه. وطندارای عزیز، شما تصویر از نمایشگاه موتر فروشی جبارزای دیدین و حالا با عمران جان مسئول موتر فروشی هستیم و میخوام صحبت‌ها رو شروع کنیم. بخیر بریم به طرف موترها که چه موترهای تازه وارد نمایشگاه شده و چه مشخصات داره. آیا تخفیف هم امروز هست یا خیر؟ سلام عمران خان. واسن بخیر جان سلامت. تشکر. بخیر سلامت باشی. از نامت کلی دوستان میفهمن. یک سلام علیکی با دوستان داشته باش. سلام به شما و سلام به بیننده عزیز. قربانت. از این بود که کدام موترها را تازه وارد نمایشگاه ساخت؟ موترها نو است، زیادتر نو آوردیم دیگه هم در راست بالا. خوب است. برنامه داشتیم و از کاروبار موترها بگو چطور از کاروبارش فعلا؟ شکر الحمدلله خوبه میشه بله. خیلی خوب است. او برنامه هم کدام تاثیر آمد که به نفر؟ برنامه تاثیر داره طبعا، مردم میبینه، بیننده در خارج باشه خارج از کشور میبینه، باز مسیج میکنه که این موتر بینی ما نفر برتون روی میکنه. بس عالم میریم و طرف موترها کراون 2019 21 من خود باز یادم رفته. کراون 2021 با رنگ جگری و با پلیت قندار. بله. چه رنگ داره؟ رنگش هم مقبول است دیگه، داخل هم رنگش زعفرانی است مقبول آمده
دیگه فول آپشن موتر است. فول آپشن موتر است. کمره پیشروی، زیر عقب، سانسورهای پیشروی، پشت سر موتر خودش بریک میکنه، پیشرویش نفر به رادار داره، لنکی پسیت داره، موتر بسیار بالا. کلا یک موتر هوشمند است. هوشمند است. کمره پیشرویش هم دوستا، این کمره پیشرویش است. رادارش دشتیش است. رادار هم داشته داره و این موترها خیلی با دریور کمک میکنه. بله بسیار. و دفعتا یک نفر در پشت سر موتر باشه، موتر خودش بریک میگیره. بریک میگیره. بله. خیلی خوب است و دیگه موتورهای کرولا و سرچه بود وقت میورداره نفر چی پیش بله. خیلی سلامت باشی. من دمی تازه که به نمایشگاه آمدم این موتر لکسا به نظرم نوردن فعلا همینجا استادش کردن. من گفتم نبرید داخل، گفتن پاکاری بس چیزا میشه، گفتم نه سرش گپ میزنیم. کدام مدل است؟ و مدلش 2009 است، لکسس LX 570 است. تبدار دیگه کمکدار سی دیگه موتر بیتاکر رنگ صدفی. خیلی خوب است. 2009 شیب خورده؟ چیپ خورده. بله شیب 21 شده. شیب 2000 اصلا 2009 شیب 2001 2021 خورده. بله منفی 6 پلیتاش است. پلیت است کابل. رنگم رنگ صدفی. بله. و داخل میریم داخل باز از داخلش دوستان عزیز بین داخل این موتر هم ببینیم. باز دوستان میگن که بیرون خود دیدین داخلش هم میبینیم. زای جان به طرف یک ما برات چیز کنم توجه باش. هم رنگ داخلش زرد کریمیس. بله اشترینگش چنبهش بدل شده و مدل 20 و 21 افتاده. سیت دو سیت است. 3 سیت است. یا کلشان 3 سیت است. خیلی خوب است. پسر دیگه موتر بدون تکر است. این قیمت میکنیم $40,000. خو با شما رسیدیم 38,000 دلار. دفعتاً $38,000 کمک چگره میشه. نه دیگه سیت پسرش هم میبینین دوستا. موتر فامیلی است دیگه بیشتر. فامیلی لکسس دیگه موترای بدون فامیلی موترای لکس است. خیلی خوب است. و شیب خورده شیب بسیار. شیب هم در داخل افغانستان داره. شیب در داخل افغانستان در دبی میشه. پسرش هم زایجان تصویر داشته باش. بالاش شیشه‌هاش هم شیب شده. دیگه پسرش هم شیب شده. پسرش هم شیب شده. این کراون 2000 چند است؟ رنگ سیاه 2017. بله. دیگه در پالت قندار اتلت سیت گرم کن اشترین گرم کن فول آپشن موتر است. خیلی خوب است. این دیگه قیمت میکنیم $12,500. آخرش کت پلیت هر چیز $11,000 بر روی ماه. هم باز جواب باز تبدیلا رو یک تبدیل نشته کردم. باز دوستان میگن بر روی شما خود صحیح است دیگه. ما آمدیم یک تخفیف بر روی ما هم شد. بله تخفیف خوب. قربانت. شما بود. باز است؟ نه بسته است. جان اگه میتونی تصویرش داشته باش کلیار میارم. خب میریم سر موتر میریم درست است. سر کدام لکسس بخیر بریم؟ او سر لکسس های مدل بالا 2019 بدون کدام شیب. حتما و دوستا میریم به داخل موتر و این موتر معرفی میکنه زای جان. رنگ داخلش هم رنگش جگری است. رنگ جگری و نام خدا لذت داره این تو موتر را درایو کردن. خب زای جان دست پشت سر بشین باش که من برای دروازه را باز کنم. واقعا داخل زیبا داره. والا موتر مقبول است. چت سیاه است دیگه اروپایی است. موتر سیتایش جگری سوخته است. دیگه موتر کل گشت مکملش 40,000 کیلومتر است. 40,000 کیلومتر در خارج از افغانستان. بله داخل گشت نداره. دیگه موتر فول آپشن است. رادار 360 درجه کمره، لنکی پسیت، سانسورا، دیگه وایرلس چارجر. موتر فول آپشن است دیگه بدون تکر نوارد. فول آپشن و فول ایر کندیشن است دیگه فول هزار نگاه فول است. یخ کن گرم کن یخچال مشکولا دیگه. طبعا موترهای مدل سال فول آپشن میاد. بله فول آپشن است. و رنگ داخلش هم زیباست. یک آدم یک راحتی خاص می داشته باشه داخل موتر. والا موتر خاص است دیگه. پسرش هم اسکرینای تلویزیونای پسرش. بله فعال است دیگه. تلویزیون داره. 3 سیت است موتر. 3 سیت است. بله 2019
شیپ هم نخورده. شیپ نخورده، شیپ اگه خودش. شیپ بخوره که تا چند شیپ میخوره؟ تا 2014 و 15 موتر شیپ در یک شیپ دیگه میآید. مدل های پایینشان که است باز از 2016 تا به 2022 دی شیپ میآید. خیلی خوب است. دربارهش گپ زدیم، درباره قیمتش بگویم. حالا خود زیبا است، طبعا چیزهای مقبول و زیبا قیمتش هم بلند نمیشه. قیمت ازی با پلیتای نو با پلیتای منفی 6 جدید 1,10,000. همین قسم که موتر زیباست، پیسه والا نیاز داره نه؟ 1,10,000 دلار. بله، در پلیتای منفی 6 تا منفی 6 و قیمت زری خیلی پایین آمده نظر به سابق. بله خب انشالله دیگه مشکلات نیست. زری قیمتش پایین آمده. این موترها قیمتشان بلند رفته یا پایین آمده؟ این موترها طبعا قیمتش تغییر خورده. این موترها قیمت بود چند بود در دوره جمهوریت؟ 1,60,000 1,50,000. بله 1,60,000 تا 1,50,000 تقریبا 40,000 دلار پایین آمده. بله در بالاترین لکسس نمایشگاه جوارزای فعلا این موتر فعلا نیست دیگه در راه داریم. دیگه در راه داریم. 23 بخیر میرسه. چه وقت میرسه؟ باز دوستا عزیز خبر میشه خیر میاریمش. دو دانه است. لکسس 2023 در راز بخیر ان شاء الله که میرسه. باز بخیر خود آمدیم به نمایشگاه جوارزای و محترم و معرفی میگیریم و یک موتر کلا زیبا و مقبول، فول اپشن، فول کندیشن، رنگ صدفی است و 2019 منفی 6 تازه پلیت مکتوب است. بالا پلیت هم برش میگیره. مرکز خواستار بود. خیلی خوب است. دمو همیشه دمی قسمت برنامه نمبرایی که واتساپ تان است به دوستا بگوین و آدرس دقیق متفروش جوارزای. آدرس متفروشی ما است چهارراه دیبوری روبروی مکتب میرویس سوتکی. خیلی خوب است. متفروشی جوارزای. شماره تماس و واتساپ 078 20 23 23 0. خیلی خوب است. این شماره تماس و دقیق آدرس موتر فروشی جوارزای. میریم بعد دیگه موتر ما خیلی نام خدا موتر در موتر فروشی جوارزای است، اما تصمیم به گرفته شده که از هر موتر یک دونش خاص شه و دوستا معرفی میگیریم. موتر لکس پولو است اگه رقمی که معرفی بشه شاید برنامه 3 سال و 4 سال تا است. نام خدا است. طبعا موتر فروشی موتر می داشته باشه. میریم بخیر و دیگه موترها لند کروزر میریم دیگه. ما رو دوستا شما همراه باشین. باش که پای ما گرست. خدا خیر ما پیش برو نکنه. واقعا زیباست موتر و خدا خوب کنه بر دوست ما که این موترها را خریداری میکنن. این لند کروزر رنگ صدفی است. خیلی خوب است. دروازه‌اش بسته است با وجود که در موتر فروشی هم است، اما دوستان میترسن که کدام تا وان نزنش. پلیت است نه. خیلی خوب است. بیشتر به فکر پلیت است. از بیرونش گپ بزنیم به داخل موتر بخیر میریم. بسته است. این 2013 مدلش است. خوب است. لند کروزر است دیگه. نشد واس 51 یام دیگه لند کروزر وکسار است. 2013 مدلش است دیگه. موتر از هر نگاه به ضمانت است. پلیتاش منفی 5 است. پلیت گرفتگی است. پلیت گرفتگی منفی 5 است. تازه پلیتاش دیکور کم شده از خودش بوده یا نه دیکورش کرده؟ نه تشیپ کمپانی خودش است. تشیپ کمپانیش است. بله. این داخلش رو ببینید. داخلش هم کریمی، رنگ کریمی. بله. بسیار مقبول موتر است. فول آپشن و فول کندیشن تمام. اینمی دیگه وکسار فول آپشن تر میآید. در لند کروزر فول آپشنشون وکسار است. 2000 چند؟ 2013. 2013. 3 سیت یخچالدار، فنگر، سیستم جی بی ال، ساوند، همه چیز دیگه. از همه سهولتاش. یم چوکه پسرش 2 سیت 3 سیت. 3 سیت میام. یم 3 سیت. لند کروزر و شیپ خود، لکسس، دیویل کپ خود، از هر در رنگ خود کال رنگ نشده. باز بله. بازم خدا خوب کنه و کسی که این موترها را خریداری میکنه. ایران قیمتش 45000 دلار بای کردیم. 45000 دلار به خاطر شما و کامرامینتون و دوستای عزیز که ما را میبینه. ایرا یک
5000 تخفیف تو میتون صحیح است نه؟ نبود دیگه اختیار خود داره. $40000 $40000 بله. $5000 $5000 تخفیف در لند کروزر 2013 13 رنگ صدفی پله‌دار و زیباست. میریم به اون طرف. موتر پشتر نمیفهم کدام پشت سر کراون مدلش کدام مدل است. لکسس است. خیلی خوب است. لکسس برقی هایبرید و رنگ خیلی خوب است. به داخلش شما میتونید ببینید اوه چپلایدار است سیتاش دیگه. موتر از هر نگاه بالاست. همین سیتای چپلایدار چه خوبی داره امروز نقد یام دیگه خاطر عرق و دیگه سپورتی زیادتری رقمی بله. و داخلش هم رنگ سیاه سپورتی است. 2014 است. تختان گرم کن. دروازه پوسترش هم دوستا ببینن. کپاش چقدر زیباست. بله. ماشین موتر پوسترش خودش هم هم واسطه لکسس 2000 چند بودی؟ 2014 سیتی 200 پولیست. این هم موتر لکسس 2014. میریم پیشو این موتر کرولا. قیمت چه برو که دوستا طبعا قیمت داشته باشه جان. این موتر $10,000 قیمت کردیم. 10000 500ش برای شما، $500 هم برای کامرامن تا $9000. $9000 لکسس 2014 و هایبرید برقی و دیگه از چی میخواین شما. یه هم تویوتا کرولا 2018 بله. و رنگ سفید و سیاه دوزار خود داره و یگان کس شوق یک رنگ خاص خود می داشته باشد از اینش یاد. بله. دوزار یگان رنگ خاص است، مثلا شاید جگری و چیز دیگه. بعض رنگای دیگه. این موتر هم منفی 6 پلیت جدید است. خب تپدار، اشترن گرم کن، سیت گرم کن، لان کیپاسیت داره. چپلایدار سیت است همین؟ نه این دیگه همین سیت تکی است. خب سیتش تکی. دیگه موتر فول آپشن است. لان کیپاسیت، رادار پیشروی. موتر دیگه از هر نگاه موتر روشن. بله. اگه پیش روش کس به موتر به طبعا دیگه بله چیز امکانات داره. خب سر قیمتش عمران عزیز قیمت میکنیم این موتر $17,000 $17,000 دیگه. $16,000 $16,000 $15,500 تویوتا کرولا 2018 تبدار. پشتم تویوتا کرولاست. یم 2014 سنگر، سیت گرم کن، خیلی خوب. اسکلاس تبدار دیگه. این موتر قلف است. قلف است. بله. خیربانش تبدار است و رنگ شیشه‌هاش هم سیاه از کمپانی. نه خیلی دم شما سیاه کرده. بله. خب موتر حتی شیشه‌های کمپانی است. گیرتون نکنم. این موترای متفروشی است دیگه. خب بله بیرون و ای بود تویوتا کرولا، لکسس، لند کروزر. میایم سر فرونر شاسی بلند که بالاترین فرونر که موتر فروشی آورده کدام فرونر است؟ حالا کلش بالاست. بیاز بالاست و حالا کلش مقبول است. مقبول است، زیبا هستند. از یکی دیگه بدتر است. بالاتر هستند. بله. طبعا در افغانستان کسایی که هستن جایی که میخوان سفر کنن کوهستانی است. طبعا افغانستان موترهای شاسی بلند، فرونر، لند کروزر این چیزا را زیاد خوش میکنن و این موترهای هایبرید با برقی اونجا نتیجه نمیده و کلا فرونرهای موتر فروش آورده میبینید که یک دسته فرونر است. طبعا نرخ فرونرها هم بالا رفته. فرونر ما که استاد است سفید. خوب دیگه مدلش 2019 است. تازه رسیده. او تازه رسیده، هنوز وارد نمایشگاه نشده. نام خدا قدر موتر است. خیلی خوب است. اونم تصویر داشته باش جان بیرون است. هنوز همو خاکش پاک نشده. خیلی خوب است. زاید قند تصویر داشته باش. نکات بگی باز از طرف بیا. خب وطندار عزیز داخل فرونر 2000 چند است من نمیفهمم، اما کلان سیتایش پلاستیک پیچیدگی است. بله موتر وارد شده داخل نمایشگاه موتر جبارزای و زیبا است. نباریش عمران عزیز برای ما میگه کلان شیشه‌های سیاه شده یا سیاه کردین؟ نه دیگهش از کمپانی سیاه آمده. پیشوریش سیاه کردین. با شیشه‌ای که از کمپانی سیاه طرفی کدام مشکل نمیشه. والا دیگه کلان سیاه نیست. نه کلان سیاه نیست. نیمه سیاه است. خوب است.
درباره این موتر برای ما دوستا بگو عمران عزیز. این فورنر ما لیمیتد است. خیلی خوب. مدلش 2018 است. نوارد در مکتوب است. موتر سیت یخکن، گرم کن، فنگر، سی سیت کمپانی، کمک برقی. دیگه موتر دوستان میفهمند که چه رقم موتر است. نوارد است. خیلی خوب. چالش در افغانستان به ضمانت است. تکر به ضمانت، رنگ سفید. از کل چیز با ضمانت و همین لیمیتد و اسپورت دشان زیاد خوشدار داره فورنر نه. بعد این موترها دیگه تیردی میایه، دیگه لیمیتد میایه، سر 5 پرایم میایه، دیگه پریمیوم میایه. دیگه این موترها می آپشن است. دی باز سر 5 است لیمیتد است. سپورت نیست، اون تیردی میایه. بله. این چیزا باز دی اوربینر نیست دی موترها. تا پاییناش هست. پاییناش اوربینر با قیمتترین آپشنشان است. و بیشتر دوستا کمک کمپانیش هم میپذیرن. کمک کمپانی، تاب کمپانی، موتر از کمپانی که چیز اومده باشه دیگه بهتره. همین تابدار که میگن بعض دوستا شاید نه چیز نکنن، همین تابش هست که باز میشن. بله تابدار صندوق و شاید بعض جای گرمی تون کنه بخوای نگان عکسای اکشنی بگیرین مثل یگان دوستای ما که گرفته بودن دیگه میتونین از این موتورا عکس هم بگیرین. خیلی خوب است. میریم با کلان این طرف دیگه. کلان فرونر است. فرونر است و یک فرونر که تازه وارد نمایشگاه جبارزای شده و در بیرون است که تا ششتم نشده. موتورا آورده موتور شویی استاد هستن در خشکشویی این نشده تا استاد. دیگه لند کروزرها رو ما آوردیم بم بیرون است. موتورا میرسه دیگه در راست. بله بخیر ان شاء الله. خدا صاحب خیرالله پشتش رفته دیگه ان شاء الله چند روز پس میره ان شاء الله که بیایم دیگه موتورا رو دوستا و آنتلاین با معرفی بگیریم. خب بعض موتورا قیمتاشون دیگه فرق میکنه. قیمتش چند بود عمران عزیز؟ ایرا قیمت میکنیم $38000 امریکایی. $38000 بله قیمت میکنیم. دیگه قیمت میکنیم که دمی قیمت باید به تمام. اما به خاطر شما و دوستای عزیز $36000. $36000 2000 گل روی ما شد. و دوستایی که دیگه داخل نمایشگاه بیان نگاه چنه و چنه زنی کنن. چنه دی موتر چنه نیست دیگه. موتر دیگه است. دی قیمت به دوستان معلوم میشه. حتما کسی موتر میخره یک جای نمیه. چند جای میبینن باز برش معلوم میشه که موتر در قیمت برش مناسب است یا نیست. بله. و یک موتر فرونر بود. بالاترین فرونر نمایشگاه موتور فروش جبارزای و یک بیرون است. 19 است. ای 18 است. 19 سال آوردیم دیگه موتر دیگه. است خاک نیست که وقت یکی دیگه کده بالا. یکی دیگه بالا. هر موتر در مدل خود بالا. بس ما پیش میریم با دیگه موتورا رو میبینیم. دوستان با امرای کنن. وطندارای عزیز داخل نمایشگاه جبارزای هستیم. امران استانگزای امران عزیز امرای ما است و درباره موتورا برای ما و شما دوستایی که شوق موتر دارین و قرار است که بخیر موتر بخرین که داخل نمایشگاه جبارزای شدن معلومات میده. و فرونر 2018 بود که به معرفی گرفته شد و اول هم فرونر پایین‌تر دوستای ما بعد پیسه توانی که دارن موتر میخرن. و این هم 2000 چند است؟ 16 لیمیتد سی سیت با ریموت چالان خاموش میشه. تبدار کمک برقی دیگه. این هم لیمیتد است. فول آپشن است. این هم قیمت $34000 و خاطر شما و دوستا عزیز $32000 فرونر و 32 نیست $1000 متأخر. این خوب است. و دوستای ما که شوق داشته باشن میگیرن میخرن. و این فرونر رنگ صدفی این دیگه دا این مدل ها همین بالاترین آپشن اوربینر است. بله. این دیگه اوربینر است. پلیتش -5 است. تابدار کمکدار کمپانی رنگ صدفی فول آپشن موتر است دیگه. ایرم قیمت میکنیم $22000 امریکایی. $500 برای شما. این کلان دوستا کلیای موترایی است که داخل نمایشگاه جبارزای است و در دستانی بفته بسیار کارا میکنه. والا دیگه موتر است. یه از این دمه والا است. نام خدا. قیمتش تا آخرش $22000 بای کردیم. 500 به خاطر شما، 500 به خاطر دوستای عزیز. یا $21000. 500 دیگه هم به خاطر متفروشی ما
20500 دلار. 20500. این هم فرونرایی بود که با معرفی گرفته شد. سه فرونر و این فرونر چهارم از بخیر باز 2006 است. تویوتاست. رنگ هم رنگ سفید است. بله. و نمیفهمم صفایف است یا نه لیمیتد است. لیمیتد است. این موتور ما لیمیتد است، تبدار، کمکدار، سیت گرم کن، لیدر سیت. موتور با ریموت چالان میشه، با ریموت خاموش میشه. دیگه این موتور تازه رسیده است، شلشش در افغانستان به ضمانت، تکر به ضمانت. ایره قیمت کردیم 20000 دلار امریکایی. نه تکر بیخی نداره، عکسای 60 داخل موتور. 20000 دلار قیمت کردیم، 19000 دلار امریکایی. 19000 دلار، 1000 تخفیف و نوارد. این کلان فرونرای است با رنگای سیاه، خاکستری و همه تو پیش میریم. دیگه موتورها هم هستن که ما عزیز هر کدام خوب دید که میریم طرفش. با اون طرف هم بیشتر لکسس است، هایلکس ها است که در برنامه پیش با بعضش آشنایی پیدا کردیم، به معرفی گرفته شد. دیگه کجا بخیر میریم همون عزیز؟ این موتورها خود زیاد است، کدام موتور براتون معرفی کنم؟ این موتور که بسیار شیپ زیبا داره. این بندرم دفعه پیشم با دوستا معرفی گرفته شد و خیلی خوب است که باز یک بار دیگه سری موتور گپ بزنیم. شاید بسیاری از دوستا تازه آمدن و داخل چینل شدن و درباره این موتور هم بفهمن، قیمتش بفهمن. این موتور ما که است بنز سی 300 است. خیلی خوب. دیگه دو تپه، پان ماتپ است. دیگه اشترنگیر است، چراغای زینون، لکچری ادیشن است. مدلش 2016 است، پلتای منفی 5 78000. خیلی خوب. ایره دیگه 25000 دلار قیمت کردیم، امی بایش است. در بازارم دوستان میفهمن. آخرش هم به شما 22000 دلار. 22000 دلار این موتور بنز. و این طرف کلان موتورهای دیگه هم هست و شاید دوستا دوست داشته باشند خریداری کنند. یگان موتور این آیلکس است. این آیلکس سال همه استاد است. هنوز بعضی فاین نکردنش نه آمده داخل نمایشگاه. این موتور هم نیسان است. نیسان جوک است. بله. خیلی خوب. دیگه شیپکش چقدر؟ شیپش مقبول است. زیباست. 2010 مدلش است. موتور فول آپشن است. دیگه استیکر قندار است. قیمتش است 5500 دلار، به دوستا با تخفیف 5000 دلار. 5000 دلار. وطندارای عزیز، نمایشگاه موتور فروش سخانه موتور فروشی جوارزه هستیم نزدیک چهارراه دیوری روبروی مکتب میرویس هوتکی. آمده بودیم موتورهایی که تازه وارد نمایشگاه شدن و معرفی گرفتیم. انشالله که کسایی که توان دارن میتونن بخرین. حتما فورنر داریم از 9000 دلار امریکایی، نوارد در پلیت منفی 6. این موتور به دوستا به کامرا بیاریم. نوارد منفی 6 استار 5 تپ نداره، کمکدار کمپانی. 9000 دلار امریکایی آخرش با تخفیف. یعنی میگه تخفیف برنامه به خاطر شما تا به 40000 دلار امریکایی. تا به 40000 دلار فورنرایی که هستن داخل نمایشگاه. انشالله چرا موتورها است در راست آجی سب کلشان رفتن پشت موتورها آمد باز به معرفی میگیریم. من کستوان داشت چه از خارج چه از داخل بین موتورها رو بخرین. خدا کنه که برنامه ما مورد پسند ما قرار بگیره. بیشتر سمت ما به طرف دوستایی که شوقیستان است و انشالله که باز میایم به موتور فروشی جبارزه موتور رو به تصویر میکشیم. امید که خوشتان بیاد. تا آخر برنامه ما رو همراهی کنین و چینل ما رو هم سابسکرایب کنین. ما قند چیزی گفتن داریم در خدمت دیگه گفتنی خاص نداریم. خوش آرام باشن. وقت همه دوستا بخیر. Hallo, jag menar bara först. مسئله دومی تکشی Åh, shit.